سلام، چطورین؟ خوش اومدین به دومین ویدیو کانال من. امروز روز سوم یا چهارمیه که توی عمانیم. الان میخوایم بریم خرید کنیم و میخوام قیمت ها رو بهتون نشون بدم و اینکه همین با استاد بزن بریم. این شامپو دوتاش 2 ریال، 1 ریال و 250. من دنبال بایکیت میگردم. این بیسکویت های نوتلا 1 ریال و 250. کیندر که ازش متنفرم 1 ریال و 800. این به این بزرگی 1 ریال و 225. کلی هم هست. این برنج مال کشورهای مختلف، اندازش رو بتونین ببینید. برنج سفید 2 سال 1 ریال و 790. انقدر برنج وزن خورده روش دیگه. میدی تو قبل اینقدر 5 کیلو. گرونترینش 4 ریال 950 بیس است که میشه این 5 کیلو. این 600 بیسه. خیلی خوب، گفتم یه ذره خودم بیام جلوی دوربین. روغن نارگیل 1 ریال و 950. انقدر دوست ندارم بخورم. انقدر نوتلا چقدریه؟ 3 ریال و 750 گرم. 3 ریال و 320. 3 ریال و 320 بیسه. کوکوسان 100 بیسه ای در این ابعاد و اندازه. زیاد داره، مدلای کوکوسان زیادی داره. خب 550 گرم 315 تا. همچنان ادویه. فلفل نصابیده. او اینا هندیه؟ فلفل احمد مجروش. نودلی که میخوام 3 ریاله. این انبه 990 بیسه. خواهم بخورم ببین خورما چقدر؟ 890 بیسه. ببینم شیرینه. اینجا هم دقیقا خریده مثل تو تهران نمونه. میتونی یه جایی خرید بکنی، یه قیمت 3-4 بدی، یه جا بتونی بورسش رو پیدا بکنی، قیمتهای خیلی مناسب بخری. دیگه با زهره خانم رفته بودیم میدون تره بارشون. تمام میوه‌هایی که اینجا هست با کیفیت خیلی عالی و قیمت خیلی پایین توی میدون تره بارشون در واقع عرضه میشد. و بهترین کار اینه که داخل عمان بدون خرید از کجا انجام بدی. خیلی مهمه. آره اینجا دیگه حالا هایپر مارکت و نمیدونم شوسی بازی داره، وگرنه که ارزون تر از اینا هم میشه. تخم مرغ مثلا همین تخم مرغی که اینجا شما میبینید شرکت‌های مختلف قیمت‌های مختلفی داره، برنداشون قیمتاشون مختلفه. بعد همین نمونه اون جلوتر گذاشتن آف زدن قیمتش نصف اینه، یعنی هیچ فرقی برای شما که مصرف کننده ای نداره. شاید مثلا تاریخش نزدیک به انقضاء، اونو شما برداری بری نصف قیمت این خریدی. دوباره ما قبلا سبزی دیدیم، اینجا الان دوباره سبزی کا اومده بسته بندی شده. فقط به خاطر هم که اومده توی بسته اختلاف قیمتش با اون طرف خیلی زیاده. ببین مثلا اینجا زده نزدیک به 1 ریال. این که آماده شده. آره قاچ شده است. آره این مثلا نعنای زده چقدر؟ این زده 375 بیسه. نزدیک به 400 بیسه. در که همین اون فکر کنم فوالش مثلا 150 بیسه. اینطوری تربچه 500 بیسه. قارچای متفاوت، قارچ خورد شده از ایران مثلا اومده، کیوی ایرانه.
موز قرمز 1 ریال و 890 بیسه. این موز 690. این 2 ریال؟ چرا باید این 2 ریال باشه؟ موزه کوچولو 323. اینا منبس؟ اینا منبس. این چی؟ یه چیز جدیدی کشف کردم، نمیدونم این چیه. سریال کشمش. آقا من یه چیز جالبی دیدم. این 0.945 real. چه باحال. قیمتو میگه. 0.650 بچه real. بلد بود. چه 6.295 چه real. غلطا. دیدی بابا؟ دیدی اون دستگاه رو؟ دستگاه میرید بارکد میگیری جلوش قیمت میده. نمیدونستی؟ نه من این بچه انجام داد دیدم. نه من خودم رفتم زدم. ای بابا Real. خب چجوری؟ بلد نیستم. کمک وقتی از ایران اومدی. 1.170 real. 1 ریال و 170. اینا بگیرید چقدر بیا؟ خوشم اومده از این کار. تا صبح میتونم این کار رو انجام بدم، فقط اینکه نمیتونم مثل آدم. 1.910 real. ندیدم چقدر بود. 1 ریال. بچه خودتون بخونین قیمت ها رو ببینین دیگه. خیلی رنگ خوشگلی داره، انگار نور توش کار گذاشتن. این هم حبیب. چند؟ 398. 368 بیسه. آها 368. 450. ترشی آره. خیلی این خوشگله. 1 کیلو سینه مرغ 2 ریال. منطقی نیست؟ این مرغه؟ این جوجه مرغه. چند؟ 1 ریال و 800. به خدا سینه مرغ. مامان برام سینه مرغ نمیگیره. همین الان که داری ویدیو رو میبینی بهش زنگ بزن دعواش کن، بگو برو واسه بچه سینه مرغ بخر. قیمت گوشت رو میتونید مشاهده کنید. ما توی فروشگاه بودیم، من شارژم تموم شد و دیگه نتونستم ویدیو بگیرم. الان خریدایی که کردیم رو بهتون نشون میدم و در آخرم میگم که چه قیمت شد همش. 550 گرم نون، 750 گرم موز، 650 گرم هویج، 550 گرم گوشت، اینقدر بلوبری، اینقدر زردچوبه. اینا که میگم اینقدر ننوشته روش چقدر. 425 گرم بادمجون و 1 کیلو ماش، 2 کیلو نمک و یه باکس 28 تایی رب گوجه که رب گوجه هاش این شکلیه. بچه این مورد رو من یادم رفت توی ویدیو بگم. 2 تا شامپو هم جزو خریدامون بود. چیزی که خیلی جالب بود واسم بعد از خرید این بود که پلاستیک ندادن و این پارچه است کاملا. کیسه‌ای که توش خریدارو گذاشت کاملا پارچه است. خیلی جالبه. خب
همه اینایی که بهتون نشون دادم همش شده 10 ریال فیکس و جالبتر اینه که 10 ریال حقوق یک روز یک کارگره. یعنی ما با حقوق یک روز یک کارگر این همه خرید داشتیم و نمیدونم چی بگم. اگه دوست دارین بازم از قیمت حالا لوازم دیگه، فروشگاه دیگه یا هر چیزی واسهتون ویدیو بگیرم، حتما تو کامنت ها بهم بگین. خدافظ.